مسابقه‌ای که ما برگزار کردیم کتاب توحید امام علامه محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه که متاسفانه ظالمانه به این بنده خدا تهمت وهابیت میزنند و گفته میشه که این شخص به عنوان فکر وهابی است. بله، و این آیین یا این کتابی است که از بارزترین کتابی است که از ایشون به جا مونده و برای این که مردم را بترسونند فکری به نام وهابیت ساخته شده و با این وضعیت وهابیت پتکی شده بر سر مردم. اما بیایم و این کتاب توحید را بخوانیم. در این کتاب فقط سخن از توحید الله سبحانه و تعالی سخن گفته. در پایان باز هم میگیم جایزه به 90 میلیون تومان رسید. مسابقه اینه که ما نمیگیم محمد عبدالوهاب معصوم بود، خیر، محمد عبدالوهاب قطعا معصوم نبود، اشتباه ازشون سر زده. اما مسابقه اینه که یک جمله کوتاه از این کتاب ارائه بشه که با آیه از قرآن در تضاد باشه، آیه قرآن ارائه بدید و اون جمله هم ارائه بدین. جایزه 90 میلیون تومان تقدیم حضورتون خواهد شد.